بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. سلام شایان و درود بی پایان بر صاحب دلان سخنشناس و یاران لطیف طبع و حساس بزم شاعران. امروز 2 تن شاعر در بزم ما شرکت دارند. شاعران گرامی هم بزم ما آقایان محمود گلشن کردستانی و شهرآشوب هستند. خوانندگی و نوازندگی این هفته را آقایان کوروس سرهنگزاده، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، منصور سارمی و محمد اسماعیلی به عهده دارند. خانم مهین شهجردی و آقایان رضایان و مهدی علی محمدی اشعار شاعران را بیان خواهند کرد. تهیه برنامه هم به عهده آقای عبدالحسین فهیم است. پیش از شروع کار بزم و شنیدن شعر شاعران اجازه می‌خواهم مطلبی را به استحضار شنوندگان عزیز برسانم. برای اینکه در این برنامه تفننی هم شده باشد، پیشنهاد می‌کنم شاعرانی که توانایی و آمادگی بدیع سرایی و ارتجالگویی دارند، آمادگی خود را اعلام دارند تا از هفته آینده و هفته‌های دیگر برنامه‌ای برای این منظور ترتیب دهیم. روش ما در این کار این است که در آغاز برنامه 4 کلمه به شاعران داوطلب می‌دهیم و آن کلمات را در ابتدای برنامه اعلام می‌کنیم و در تمام مدت اجرای بزم شاعران که شاعران دیگر مشغول اجرای برنامه هستند به شاعرای داوطلب فرصت می‌دهیم که 2 رباعی بسرایند و پس از داوری چند شاعر به بهترین سراینده 1 جایزه تقدیم خواهیم داشت. و البته همانطور که عرض شد ما بر این کار نام شاعری نمی‌گذاریم، بلکه یک تفنن ادبی است که می‌تواند دلپذیر و مطبوع باشد. خب حالا میپردازیم به شعر، یا اگر مایل باشند و آقایون ملک و آقای شریف حاضر باشن من یه پیشنهاد دارم که قبل از شعر یک قطعه در موسیقی بنوازید با پیشنهاد بنده. و شما همیشه قربون یه پیشنهادی دارید، حالا این دفعه نمیدونم انشالله پیشنهادم مطلوب باشه. بنده دلم میخواد اون آرم مشاعره که خیلی آرم بویا مال درویش خان هست یا شیدا، تردید دارم حالا، و آهنگ قشنگی است، اینو در چند دقیقه بنوازید تا بعد با حال بیشتری بریم سراغ آقایون شعرا، چون آقای شهرآشوب هم تا الان نیامدن، شاید برسن از گردن. بله.
بسیار بسیار خوب، بسیار بسیار. خب از آقای محمد اسماعیلی هم که فراموش کردم نامشون رو بگم و شرکت کردن با نوازندگان ما در این برنامه تشکر میکنم. خب حالا میپردازیم به شعر. از آقای گلشن شروع میکنیم. آقای گلشن کردستانی. برای شما ما 3 قطعه شعر پیش بینی کردیم و حالا توضیح دارید بفرمایید و شعرتون هم بفرمایید. عرض کنم حضورتون توضیحی که ندارم. خاطرم نداری؟ خاطره معمولا من در جلسات گذشته که شرکت میکردم خاطره عرض میکردم، ولی یکی از خاطرات گذشته به یادم اومده، اگه اجازه فرمایید عرض کنم. یعنی فرمودید یه باری خاطره رو اینجا؟ نه خیر. پس خاطرات گذشته خودتونه، نه بله خاطرات بله. گذشته که از رادیو پخش شده. بله بله. خواهی فرمایید. عرض کنم حضورتون چند سال پیش بنده در یک محفل انسی بودم و دیدم 2-3 نفر گرم صحبت ادبی هستن. بنده بی اختیار چون شور و شوق زیادتری اون موقع داشتم در بحث اینا شرکت کردم و گرم گفتگو شدم. یکی از این آقایون خیلی نسبت به من اظهار لطف کرد و رسما به من گفت آقا من مرید شما شدم و خواهش از من کرد که من یکی از شعرام بخونم. صحیح. عرض کنم حضورتون بنده یه شعری خوندم و شون خیلی ابراز احساس و اظهار لطف و اینا گفت که من این شعر شما رو به عنوان یکی از شاهکارهای شعر زمان قبول دارم. تا اینجا البته بنده خودم معرفی نکرده بودم. بعد سوال کردم از ایشون که شما نسبت به معاصرین، شعرهای معاصر نظرتون چیه؟ مثلا کی؟ از جمله گلشن کردستانی رو شما میشناسید؟ گفت ای آقا من انتظار نداشتم شما اینقدر منو کج سلیقه بدونید که من نسبت به گلشن کردستانی ارادت و اعتقاد و اینا داشته باشم. عجب. پس به گلشن کردستانی بینام اعتقاد داشت. خب و اما بنده بله بامزه بود. 2 قطعه 2 بیتی پیوسته است که یکیشو خانم مهین شهرجردی ازشون خواهش کردم بخونن، یکیشم از آقای علی محمدی تقاضا کردم که بخونن. یه غزلم خودم با اجازهتون عرض میکنم. خواهش میکنم. غزل خداحافظی نباشه انشالله که ما هستیم در خدمت. نه شور عشق رنگین کرد بزم زندگانی را، نه شور عشق رنگین کرد بزم زندگانی را، نه این افسانه شیرین ساخت رؤیای جوانی را. به خون دیده پروردم گل حسرت که تا دیدم جدا از عشق مرگی تلخ دیدم زندگانی را. فروغ دوردستی جلوگر ناگشته پنهان شد، نمیدانم که دیدم یا ندیدم مهربانی را. فروغ دوردستی جلوگر ناگشته پنهان شد، نمیدانم که دیدم یا ندیدم مهربانی را. دلم کامی ندید از رنگ و بوی نوگلی، آری دلم کامی ندید از رنگ و بوی نوگلی، آری چراغ لاله مهمان بود باد مهرگانی را. خیلی خوب. نیابد راه کس در حسرت آباد دلم جز غم، نیابد راه کس در حسرت آباد دلم جز غم. من و غم خوب می‌دانیم قدر همزبانی را. در این دریای بی پایان چو گردابم، که موج غم نصیبم داشت این افغان و اشک جاودانی را. فریبی بود یا شوقی، امیدی بود یا رنگی ندانم، زان که میبینم سرابی زندگانی را. سروش از عرش میخواند
سرود دلکش گلشن، به گوش جان نیوش این نغمه های آسمانی را. خیلی خیلی متشکرم. خب خانم شهرجردی، نوبت دومین قطعه شعر آقای گلشنه و به شما واگذار شد که بیان بفرمایید. حالا میل دارید کدوم یکی از نوازندگان باهاتون همراهی کنم؟ کی آمادگی داره از آقایون؟ آقای سالمی خواهش میکنم. خیلی خوب، هر کس حاضر تره بفرمایید آقای سالمی. این شعله های هستی افروز عمر مرا، جان مرا خوش می گدازند. این دردهای زندگی بخش چون آفتاب فرودینم می نوازند. در جادوی عشق آفرین دلفریبت لبخند امید و شکوه ناز دیدم. در پرتو برق نگاهت خنده بر لب گمگشت بخت بینشان را باز دیدم. چشم تو با من گفتگوی عشق سر کرد، کار دلم را با شبیخون بلا ساخت. دل مرده ای را زندگی بخشید از مهر، جانم به قربانش که بازم مبتلا ساخت. لعل تو در کامم شراب زندگی ریخت، مستان چنانم که از جهانم آگهی نیست. از جام لبهای تو نوشیدم شرابی، با نشأه این باده آب زندگی چیست؟ آفرین. فارغ ز سودای جهان کردی سرم را، در دامن مهرت خیالین یا که خواب است. بر پیکر افسرده و سرد من ای دوست، مهر تو گرمی بخشتر از آفتاب است. این شعله های هستی افروز عمر مرا، جان مرا خوش می گدازند. این دردهای زندگی بخش چون آفتاب فرودینم می نوازند. آفرین. خانم شهرجردی، شعر زیبای آقای گلشن رو شما زیبا هم ادا کردید. خیلی خوب خوندید. خیلی خوب خوندید. متشکرم. خب حالا نوبت آقای علی محمدی است، ببینیم چه میکنن. یک
مبارزه هم هست در خوندن. آقای علی محمدی مواظب خودتون باش. بعد از صدای لطیف خانم شهرشرتی. خب آقای شریف، شما هم پر بیکار ننشینید و شعر آقای گلشن کردستانی و بیان آقای علی محمدی رو همراهی کنید. این کیست؟ این کیست این دستان سرا در من، که از چهره هستی گرد غم شوید؟ گاهی به شور من نوا سازد، گاهی به جای من سخن گوید. لرزد چو دل در سینه بیتاب، جوشد چو خون در تار و پود من. از اوست طغیان در سرشت جان، از اوست طوفان در وجود من. از او منم این آتش زردشت، از او منم این سینه سینا. گاهی چو جان شعله ها سرکش، گاهی به شوق جذبه ها شیدا. گاهی نهان در کام بس اندوه، گاهی عیان در موج بس غوغا. گاهی سکوت بیکران وادی، گاهی خروش بیکران دریا. این کیست؟ این کیست این دست مرا در دست؟ این همسفر در شهر شب با من، این همره صحرای تنهایی، این هم نوا در تاب و تب با من. یک شب ز دست عقل در فریاد، یک روز از درد جنون گرید. گاهی سحر آسا شکر خندد، گاهی شفق مانند خون گرید. بر بال ابرم میدهد پرواز، بر بال ابرم میدهد پرواز، بر بام طوفان میدهد جایم. آتش برافروزد ز نای دل، غوغا برانگیزد ز آوایم.
این کیست این افسانه ساز عشق، این فتنه زیبایم کرده؟ چون گردباد بی سرانجامی سرگشته‌ای سوداییم کرده. گاهی نواخیزم کند چون چنگ، بر تار جانم میزند مضراب. گاهی به تاب چشمه خورشید، گاهی به ناز دختر مهتاب. طبع من است این ساز شورانگیز، طبع من است این ساز شورانگیز، این بزم هستی دلپذیر از او. این نغمه ساز دلکش شیدا، این گوش جانها ناگزیر از او. نازم به این همزاد جان پرور، نازم به این همزاد جان پرور، این مایه هر شادی و دردم. در این 2 روز تلخ جان فرسا، بی او چه می کردم، چه می کردم؟ بسیار بسیار. آقای گلشن، بله. اسم این قطعتون چی بود؟ عرض کنم طبع شاعر. من اگه جای شما بودم اسم این قطعه رو میذاشتم همزاد. بله بسیار. برای اینکه تمام بیان یه همزادی است که بله به قول حافظ میگوید در اندرون من خسته دل، ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. عرض میشه قطعه شعری هست از لامارتین، شاعر فرانسوی، که آقای نصرالله فلسفی اون رو ترجمه کردند و من حالا از آقای رضاییان خواهش میکنم که این قطعه رو بیان کنند. وقتی که تنها و متفکر در کنار تو می نشینم و دستهای لطیفت را در دست می گیرم، از خود بیخبر می شوم و گذشت زمان را به چشم فراموشی می نگرم. هنگامی که با هم در میان جنگل‌ها گردش می کنیم و تو با نغمات روح بخش گوش جانم را نوازش می دهی، یا زمانی که پیشانی قشنگت را روی زانوان لرزان من می گذاری و مرا چون پروانه‌ای که بی اختیار به برگ گل می آویزد مفتون چشمان دلفریب خود می سازی. ناگهان تیری از اندیشه و بیم در دلم می نشیند. در آن حالت مرا رنگ پریده و لرزان و پریشان می بینی که در عین سرور بی اراده اشک از دیدگانم فرو می ریزد. پس در آغوشم می کشی و علت گریم را می پرسی. از چشمان تو نیز قطرات چند فرو می افتد و با آب دیدگان من در می آمیزد. می پرسی دلت از چه گرفته است؟ چرا گریه می کنی؟ می گویی ای مایه عشق من، راز دلت را بر من فاش کن تا شاید از بیان آن آلام درونیت تسلا یابد و من بتوانم دل اندوهگینت را از دل خویش مرهمی سازم. ای نیمه وجود من،
دیگر سبب گریه و اندوه مرا مپرس. زمانی که در آغوش تو جای دارم و در آینه روی تو می نگرم، هیچ کس را زیر این گنبد واژگون کامرواتر از خود نمی بینم. ولی در این لحظه های سعادت بخش نیز سروشی پیوسته در گوش من فرو می خواند که شاهین زمان آن سعادت را خواهد ربود و نسیم حوادث شمع عشق ما را خواهد کشت. آن وقت است که مرغ روحم با اضطراب فراوان در فضای مبهم و مرموز آینده بال می گشاید و در دل می گویم سعادتی که به فنا محکوم باشد خواب و خیالی بیش نیست. حالا میپردازیم به نغمه و نغمه پردازانی که آقایون باشن. البته آقای سرهنگزاده اسم شما که اعلام کردیم، بله و شنوندگان هم مترصد شنیدن آواز شما هستن. توضیحی درباره آوازتون بنده باید بدم، چون یک خواهش از شما دارم و دلم میخواد اون ترانه زهره رو برای شنوندگان بخونید. با کمال میل. چون خیال میکنم که ترانه پرحالی باشه. بله، خاطره‌ای دارن. هر کسی مثل از این آهنگ خاطره‌ای داره، بد نیست. امروز هم یادآور میشه. خیلی متشکرم میشم. آقایون ملک، شریف، سارمی و آقای اسماعیلی هم با شما خواهش میکنم که همراهی بکنن.
همدمی تا دل ما را دهد آرام کجاست؟ محرمی تا ز من آرد به تو پیغام کجاست؟ هوس بوسه زدن بر لب گرمی دارم، لب یارر ندهد دست، لب جام کجاست؟ یاد از آن روزی که بودی زهره یار من، دور از چشم رقیبان در کنار من، حالی یا ای نگار من در شام تار من، آخر کجایی زهره؟ با همه بیمهری و جور و جفای تو، پیش من هر گوشه‌ای خالیست جای تو، هیچ میدانی هنوز آن آشنای تو دارد برای تو محزون نوایی زهره؟ چون یقین کردی که در عشقت گرفتارم، سرد گشتی از من و کردی چنین خارم، رفتی و دیگر نگفتی
نازنین یارم، من هم چو تو دارم، آخر خدایی زوره، من هم چو تو دارم، آخر خدایی زوره. خیلی خدا متشکرم. آفرین آفرین آفرین. خب آقای شهرآشوب، حالا دیگه نوبت سرکار است که قطعه شعری بفرمایید. اطاعت میکنم و امیدوارم که مستمعین هم لطفی که جناب عالی در حال بنده دارید در مورد بنده داشته باشند و از آثار ناچیز بنده بتوانند بهره بگیرند. در تنگنای سینه مجال نفس نماند، بس کن حدیث درد که از عمر بس نماند. ای پر شکسته تاگر درد آشنای دل، پر پر مزن که راه برون از قفس نماند. پرواز کرد تایر دل در هوای گل، روزی که یک شکوفه به شاخ هوس نماند. یاران چنان بره گذر عمر تاختند که از کاروان رفته صدای جرس نماند. ای ساربان قافله مرگ، رحمتی دریاب حال ما که جز این ملتمس نماند. ترسم دمی سراغ من آیین که اهل درد آگاهیت دهند که در خانه کس نماند. بسیار بسیار خوب، متشکریم آقای شهرآشوب و امیدواریم که همونطور که فرمودید شنوندگان هم از شعر شما لذت برده باشند. متشکرم. حالا نوبت آقای رضاییانه که دومین قطعه شعر آقای شهرآشوب یعنی غزلشون رو بخونن. خب آقای ملک همراهی می‌فرمایید؟ اگر به آینه روشنان غباری هست، اگر به آینه روشنان غباری هست، ز خاک کوی تو بر چشم انتظاری هست. چنان به روی تو الفت بود نگاه مرا، چنان به روی تو الفت بود نگاه مرا، که بی تو هر مژه بر دیده نیش خاری هست. به داغ نرگسم از ره مبر، به داغ نرگسم از ره مبر، که لاله صفت
به باغ حسن تو هر گوشه داغداری هست. به شهر بند شب از دیدگان انجم بیش، به شهر بند شب از دیدگان انجم بیش، به انتظار تو چشم ستاره باری هست. به شوق بوسه فتاد از لب تو بر لب من، گرم هنوز به لب شعر آبداری هست. به کوی حلقه به گوشان زره مرو ای اشک، به نقد عاطفه آنجا چه اعتباری هست. ز جانفشانی پروانه واله هم که هنوز، ز جانفشانی پروانه واله هم که هنوز، میان سوخت بالان امیدواری هست. به روی زرد من ای دیده اشک خون تا کی، به روی زرد من ای دیده اشک خون تا کی، مگر خزان مرا بعد از این بهاری هست. قرار عمر مرا دل به تار موی تو بست، قرار عمر مرا دل به تار موی تو بست. هنوز با همه بی صبریم قراری هست. متشکرم از شما ازای یاران و شنوندگان ارجمند، کار بزم شاعران پایان گرفت. با کسب اجازه به همراه سخن آفرینان، هنرمندان و گویندگان ارجمند این دفتر را می‌بندیم و به شما بدرود می‌گوییم. وجود نازکت آزرده گزند مباد.